این کوسه رو من در 140 کیلومتری جزیره کیش در سکوی نفتی رستم دیدم و خوشبختانه این شانس رو داشتم که دوربین همراه هم باشه. ویل شارک یا کوسه نهنگ در واقع بزرگترین کوسه زنده حال حاضر در دنیاست که میتونه به وزن 19 تن و طول 18.5 متر برسه. عمر اونها بین 80 تا 130 ساله و تقریبا شبیه انسان ها عمر میکنن. کوسه نهنگ برخلاف جثه بزرگش از موجودات بسیار ریز مثل پلانکتون ها و گله ماهیان ریز تغذیه میکنه. به همین خاطر کاملا بی‌آزار و قابل اعتماده. رینکودون تایپوس یا به زبان محلی کولیکر در حال حاضر بزرگترین ماهی قزروفی و یا کوسه دنیاست، ولی چون جثه و اخلاق شبیه نهنگاست بهش میگن کوسه نهنگ. به نظرت این شگفت انگیز نیست که ما میتونیم اونها رو تو خلیج فارس عزیزمون ببینیم؟